سلام، من امینم و سعی میکنم تو این ویدیو شما رو با مهارت‌های نوین آشنا کنم که هزینه‌هاتون کمتر بشه و همچنین کاربریتون بره بالاتر. توی این ویدیو میخوایم سعی کنیم پرونده NetN رو دیگه ببندیم و اگه ویدیوهای قبل من دیده باشین یه توضیحی در مورد تفاوت ایجنت ها، رگ و MCP و رپر دادم و توی یک ویدیو هم یه دونه چتبات هوش مصنوعی درست کردیم که شما بتونید اونو توی سایتتون یا اپلیکیشنتون ازش استفاده کنیم. توی این ویدیو میخوام به طور خلاصه شما رو با محتوای NN جوری آشنا کنم که دیگه دنبال ابزار به قول معروف ورک فلو نخواین بگردین. یعنی چی؟ یعنی که خیلی از افراد هستن که ورک فلو هایی که ساختن و به طور رایگان در اختیار شما میذارن. شما فقط میتونید اونها رو خیلی ساده ورک فلوشو استفاده کنید، فری هم هست و جاهایی که نیاز داره کرینتال یا API خودتون رو بهش وصل کنید. پس چی شد؟ شما یک ورک فلوی آماده، یک اتوماسیون آماده رو از سرچی که میکنید پیدا میکنید یا به صورت هوش مصنوعی اونو میگین بسازه تو خود هوش مصنوعی NetN که من الان میخوام بهتون نشون بدم و فقط اون کلیدا رو بهش وصل میکنی که دسترسی داشته باشه به اون ابزارهایی که میخواین حالا شما به قول معروف ازش استفاده کنین که کار شما رو اتومات کنه. خب بریم سریعتر سمت این موضوع و خیلی راحتش کنیم. ببین، اول از همه من اینجا اومدم سرچ کردم، به طور مثال اومدم سرچ کردم واسه اتومات کردن ایمیل ها که بخواد توی کلندر یا تقویم گوگل من اونا رو بخواد ایمیل ها رو دریافت کنه و تو تقویم من اضافه کنه. ببینید من خیلی ساده توی گوگل سرچ کردم این عبارت رو و همینطور که میبینید مثلا یک فردی به اسم حالا ایگرگ اومده این ورک فلو رو درست کرده. خب شما میتونید این ورک فلو رو یوز فور فری کنید، بزنید دکمه یوز فور فری رو و تمام گزینه هایی که اینجا داده رو توضیح هم دادن بهش در موردش و فقط میتونید اون جایی که لازمه رو خودتون اون کلید API کرینتالتون رو وصل کنید. به طور مثلا از یک ایجنت، مثلا از یک هوش مصنوعی مثلا اوپن AI اگه استفاده کرده شما باید برین کلید API خودتون رو وصل کنید. مثلا این که برای ایمیل شما باید برین از توی ایمیل خودتون اون API و کلید اجازه ورود این اتوماسیون ورک فلو اتوماتتون رو بدین که بتونه دسترسی داشته باشه به ایمیل شما و کارها رو به طور خودکار انجام بده. یا به طور مثال من اینجا ازش خواستم که برای اینستاگرام بیاد یه اتوماسیون درست کنه که حالا عکس و متن رو با طریق GPT بخواد به ما بده که اینجا میتونید ببینید. حالا بذارید من یه بار صفحه رو ریلود کنم. خب و توضیحاتش هم داده، یعنی هر کسی که اینجا اکانت داره، خب مثل گیت هاب که افراد میان ورک فلوهای خودشون یا برنامه نویسی های خودشون رو میذارن، اینجا هم همینطوره. افراد اومدن، مثلا آقای ایکس اومده این ورک فلو رو درست کرده، حالا این قیمت گذاشته واسه $39 ولی خیلی از اتوماسیون ها مجانیه و حالا همین موضوع رو میخواستم بهتون بگم. ببینید الان من اینجا خودم 2 تا ورک فلو رو گفتم از طریق هوش مصنوعیش استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید اینجا موقعی که شما میخواین create ورک فلو رو بزنید یه دونه add first step داره که تو ویدیوی قبلی ما اومدیم مرحله به مرحله یه دونه دستیار هوش مصنوعی درست کردیم که قرار بود توی سایت باشه ولی خب بردیمش تو اپلیکیشن. حالا اینجا build with AI دارین، یعنی شما اون چیزی رو که میخواین اینجا مینویسین و اون خودش با توجه به تمام اون اطلاعاتی که داره، نودهایی که داره، میاد ورک فلو رو واسه شما میسازه. پس این خیلی کار شما رو راحت تر میکنه. حالا اینجا خودش اومده مثلا مولتی ایجنت گذاشته، رگ گذاشته،
مدل مختلف گذاشته، ولی به طور مثال من اومدم 2 تا اینجا مثال خودم امتحان کردم که حالا بخواد ویدیومون خیلی طولانی نشه. ببینید بهش گفتم یه دونه ورک فلو واسه جریان مالی من درست کن، واسه مدیریت خرجای من درست کن که وصلش کنم به نرم افزار مالی. خب این اومد این ورک فلو رو واسه من اینجا درست کرد. خب و گشت نودا رو پیدا کرد، جزئیاتش رو پیدا کرد، به هم دیگه وصلش کرد و آپدیتش کرد و اینجا توضیحش رو به من داده که فاینانشال سافت API بر اساس URL اومده درستش کرده که من برم حالا وب هوکش رو بخوام بگیرم بذارم احتمال زیاد، یا APIش رو یه دونه اتنتیکیشن توکن واسم درست کرد که بحث امنیتش بره بالا. اونجا میبینید وب هوک میخواد ازمون و گوگل شیت آیدی، یعنی میاد همینطور که میبینید جریان رو میگیره، کشف رو چک میکنه، کانفیگور میکنه، دسترسی بهش میدیم که وصل بشه به حساب ما و بتونه اونا رو حساب کتاب کنه و اینجا توی گوگل شیت ما بخواد اونا رو نصب کنه. حالا همونطور که میبینید کارم اینجا ساده تر کرده. یعنی چی؟ یعنی توی این قسمتی که داریم موس منو میبینید میگه که واسه اینکه به کشفلاتون رو بخوام به حالا اون شیت گوگل وصل کنه شما اون دنتیالتون رو باید بدین، یه دونه API واسه فاینانشال سافتورتون میخواد و تک تک گزینه هایی رو که شما اینجا باید بهش دسترسی بدین واسه تون لیست کرده. خب من حالا یه بار سفرم بزرگ کنم که راحت تر ببینید این شده ورک فلو ما و این هم اون گزینه هاییه که ما باید بهش دسترسی رو بدیم. به طور مثال اومدم یه دونه ورک فلوی دیگه بهش گفتم درست کنه واسم. چی بهش گفتم؟ بهش گفتم که حالا اینجا یه بار ارور داد، باز دوباره اینترنتم قطع شد فکر کنم اگه اشتباه نکنم، باز دوباره اومد اونو درستش کرد. چی بهش گفتم؟ بهش گفتم یه دونه رگ واسه اینستاگرام هم درست کن که دایرکتام اتومات با طریق وایس جواب بده. خب حالا رگ چیه رو تو ویدیو قبلی 2 تا ویدیو قبلی من بهتون توضیح دادم که حالا میارم توی آخر ویدیو اگه خواستیم ببینینش. خب پس اینجا واسه اینکه تکست اون رو تو اسپیچ بخواد تبدیل کنه، خب پس یه دونه هوش مصنوعی میخواد که بیاد اون متن به صدا رو تبدیل کنه. بعد میخواد اینستاگراممون وصل بشه. بعد که اینستاگراممون وصل شد میخواد API Open AI مون رو بهش وصل کنیم. knowledge based content مال همون رگه که من رگ رو تو ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم که اون اطلاعات رو بهش بدیم که آقا تو اگه میخوای جواب بدی، مثلا من اگه یه فروشگاه آنلاین دارم یا یک بیزینسی دارم چیا رو میخواد جواب بده، پس بعد یه سری اطلاعات رو از قبل بهش بدم که مثلا من موجودی مثلا آنلاین شاپم ایناست و تو بر اساس این مثلا جواب رو بده. خب اومده چیزی که واسه ما درست کرده به این صورت شده. یک دونه اول دستیار هوش مصنوعی درست کرده که اینجا ما اینستاگراممون رو بهش وصل میکنیم، این به دستیار هوش مصنوعی وصل میشه، به هوش مصنوعی وصل میشه، ابزار بهش رگ داده و دوباره میاد متن رو به صدا تبدیل میکنه و صدا رو دوباره میفرسته به پیام دایرکت اینستاگرام من. حالا باز واسه رگمون اینجا یه دونه امبدینگ وصل کرده و اونجا اومده رگ رو باز ورک فلوش رو درست کرده که اون نالج یا چیزایی که لازم داره رو بهش بدیم. اینجا اون بررسی ها رو اول بکنه، پس بررسی ها رو که کرد مسیرش اینطوری میشه، میاد از اینجا پیام میگیره، هوش مصنوعی تحلیل میکنه با اطلاعاتی که داره و بعد میاد جوابو به صورت وایس به پیام اینستاگرام ما دایرکتش رو میفرسته. پس ببینید واسه اینکه خیلی دیگه این مسیر NetN من زیاد دیدم ویدیو در موردش هست که میان صحبت میکنن، مثلا میگن ما این دستیار رو ساختیم، ما اینو درست کردیم، ما اونو درست کردیم. خواستم تو این ویدیو 2 تا راهکار بهتون بگم که کلا خیالتون بابت NetN دیگه
جمع بشه. مورد اولش این که مثلا بیاین تو گوگل سرچ کنین چی میخواین. مثلا من گفتم یه دونه وایس ایجنت میخوام، بعد اینجا ببینید واسه من توی NetN آورده، خب که مثلا حالا اینجا گفته چت باکس وایس اند فون، خب فری هم هست. این اومده آقای فلانی خانم فلانی اینو درست کرده. من میتونم اینجا یوز فور فری بزنم و بره توی هاست خودم یا اون فضای ابری NetN وصل بشه. حالا نمیدونم چرا اینجوری میکنه. اینجا هم کپیشو میتونیم بکنیم و بره توی، حالا شاید اینجا ورژن فری NetN من هست این اتفاق داره میفته، ولی خب به همین صورت اینجا یوز فور فری رو که بزنید میره توی ورک فلو شما وصل میشه و اینجا هم داره اون اینتگریشن ها یا چیزهایی رو که نودهایی رو که اضافه کرده رو داره بهتون نشون میده. پس میبینید یه ورک فلو اینجا درست کرده و یکی یکی هم اومده استپ به استپ کرده که شما راحت باشین. بله، که میاد چت و وایس رو وصل میکنه. تمام توضیحاتش هم اینجا داده و گفته چه جوری کار میکنه بر اساس رگ و قرار ملاقات و خب واسه ستاپش هم اینجا بهتون توضیح داده. API که میخوایم وصل کنید این ستاست، یه دونه واسه چت جی پی تی، یه دونه واسه گوگلتون و خیلی خلاصه اینا رو واسهتون باز کرده که شما اینجا میبینید که قراره همچین اتفاق بیفته. و حالا جالبش اینجاست که شما توی ویدیوی قبلی من اگه دیده باشی من یه سری جاهاش به مشکل خورده بودم. شما اینجا این گزینه NetN AI رو بزنین، اینجا میتونین ورک فلوی که خودتون ساختین هم ازش سوال بپرسین یا حتی اون سوال حالا از چت جی پی تی، جیمینا یا چیز AI دیگه هم بپرسین. پس نگران این نباشین اگه یک جایی از این ورک فلو به مشکل خوردیم بخوایم ببینین که چی کار میشه کرد یا فکر کنین دیگه کارتون متوقف شده. نه، اینطوری نیست. خیلی راحت میتونین از پسش بر بیاین. پس ما اینجا میدونیم که خیلی راحت میتونیم از این ورک فلو ها استفاده کنیم و حالا نمیدونم چون ورک فلوی من اینجا بازه شاید این اتفاق افتاده. من اینا رو ببندم، سیوش هم چون لازم نداشتم بکنم. یه دونه مثلا بزنم که NetN مثلا AI agent مثلا voice chat، حالا واسه من آورده use for free رو بزنم. خب آره، این چون فکر کنم روز آخر سابسکرایب منه داره این اتفاق میفته، چون خودتون میدونید دیگه 14 روز تریالش بیشتر نداره و میتونید آپگرید کنید این کار رو انجام بدین، یا اینکه به جای که رو فضای ابری خود NetN این ورک فلوتون رو ران کنین میتونید روی هاست یا کامپیوتر خودتون این کار رو کنین که حالا هستن شرکت هایی که هاست میدن بهتون. حالا این ویدیو که تبلیغاتی نیست، من میخوام اسمشون رو ببرم، ولی خب یه سرچ ساده تو گوگل به زبان خودتون بکنین راحت پیدا میکنین. حتی من دیدم شرکت هایی که خود NetN رو دارن اصلا توی سایت خودشون که شما بتونین جدا از این که حالا هاست و کلود و چیزهای دیگه هم که گرفتین وارد فضای NetN هم بشین که بتونین خیلی راحت ازش استفاده کنیم. پس ببینید ما خیلی خلاصه جمع‌بندی آخرمون رو بکنیم. یه دونه به حالت دستی میتونیم چیزایی که میخوایم و اینجا نودها رو اضافه کنیم و یکی هم به صورت AI که مثلا من همین گزینه رو زدم خودش توضیح رو آورد، میزنم یه بار بهتونم نشون بدم چون اونای قبلی رو از قبل درست کرده بودم. میبینید اینجا داره نودا رو میگرده، فکر میکنه و مرحله به مرحله اینا رو انجام میده که شما راحت اون ورک فلو خودتون رو داشته باشین و فقط لازم باشه API کلیدا رو بهش وصل کنید. من توی ویدیو بعدی میخوام باز
یک ایجنت های دیگه‌ای که حالت کانورسیشن یا صحبت کردنی هست و واسهتون کار کردنش نشون بدم که دیگه خب با سایت های دیگه این کار انجام میشه، احتمال زیاد با گوگل رو بهتون نشون بدم. و این دیگه به نظر من خلاصش تو همین 3 تا کلیپی که من واسهتون، ویدیویی که من واسهتون درست کردم خلاصه میشه. یکی اینکه تفاوت‌ها رو بدونین بین AI ایجنت و رگ و رپر و MCP، و یه مدل هم که خودمون 0 تا 100 رو درست کردیم که یه چت بات هوش مصنوعی بود که بخواد توی اپلیکیشن کار کنه، و این هم واسه این که تمام ورک فلو ها رو خودتون بتونید دستی انجام بدید، یا اینکه برین مثلا سرچ کنید و اونا به صورت رایگان ازش استفاده کنید، یا اینکه بگیم واسهتون اینجا درست کنه. همونطور که میبینید این برای ما ورک فلو رو درست کرد و میاد از یوتیوب واسه ما اطلاعات رو میگیره، میده به AI چپتر جنریتور واسه اونایی که میخوان اتومات واسهشون ویدیو درست کنه، میده به جیمینای واسهش درست میکنه و آپدیت میکنه ویدیو رو واسهتون. و چیزایی که میخواد ما اینجا بهش بدیم ایناست: یه دونه ویدیو دیتیل بهش بدیم، دسترسی یوتیوب بهش بدیم، دسترسی یوتیوب که بهش دادیم در اون API یا کردیتال گوگل جیمینای رو بهش بدیم و ورک فلومون رو یه سری آیدی پارامتر هم میخواد که یکی یکی اینا رو میتونین اینجا توی حالا هم روی ورک فلوتون بزنین، اینجا بهش بدین و درست کنید، از خود API تون بگیرین و اینجا کپی کنین. اگرم تو ویدیو قبلی بهتون گفتم سوال داشتین میتونین اینجا بپرسین چجوری من میتونم اینو بگیرم. گزینه خود اینجا داره که نیاز نباشه باز بخوایم بهش توضیح بدین کجا این چیه. روی همین صفحه‌ای که هستین روی دکمه انش میزنین و یکی یکی بهتون توضیح میده. ببینید پس من خواستم خیلی ساده این موضوع رو واسهتون مطرح کنم که ببینید چقدر ساده میتونید یه دونه ورک فلو اتومات واسه خودتون درست کنید و کارهاتون رو اتومات کنید و بذارین که به صورت اتومات خودش انجام بده. خیلی خوشحالم. پرونده NTN رو دیگه فکر کنم بستیم. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها حتما واسم بذارین. توی ویدیوهای بعدی میخوام باز دوباره ابزارهایی رو بهتون بگم که خیلی کارهای جذابتری میتونه واسهتون داشته باشه و به امید خدا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.